دین اسلام میگوید حتی در مقابل انسانهای بد تو بدی مکن، یعنی در مقابل خار تو گول باش. ولی افسوس بعضی ها را امروز میبینی تنها عیب انسانهای نیک را میجویند. این نمازخوان چنین کار کرد، وی حاجی چنان رفتار کرد، این ملا چنین معامله دارد. برادر، باره به خودت نگاه کن، خودت کی هستی و چی کار کردی؟ مفهوم حدیث است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند برای بد بودن یک شخص همین کفایه است که دیگران را بد گوید. قوتی نیکی نداری بد مکن، بر وجود خود ستم به حد مکن. علماهای دین می گویند شخصی که عیب خودش را نبیند افسوس صد افسوس، چون این شخص به توبه از دنیا می رود.